سلام دوستان. برای اینکه دیگه از فیلتر شکن و اینا راحت بشین، کلا یک گزینه خیلی خوب میخوام بهتون معرفی کنم. شما برای این نرم افزار فقط کافیه بیاین داخل گوگل پلی و اینجا UPX رو سرچ کنید. دقیقا این لوگوشه. نصب رو میزنین، نصب میشه. بعد گزینه ضرب بالا رو میزنین. خب مثل که من فیلتر شکنم روشنه، باید فیلتر شکنم رو خاموش کنم. خب بعد این UPX رو بازش میکنه. حالا اینجا شما هر چیزی که خواستین رو راحت از داخل UPX باز میکنین بدون فیلتر شکن. ببینین الان من یوتیوب رو سرچ کردم، خیلی راحت یوتیوب رو باز کرد برام. سرعتش هم خیلی عالی. متشکرم، ممنون.